چهار میثاق اثر دون میگوئل رویز، نویسنده اهل مکزیکه که سال 1952 به دنیا اومده. اون تو خانواده بومی و سرشار از سنت‌های سرخپوستی به دنیا اومد و سالها آموزه‌های معنوی و فلسفه زندگی قبیله تولتک رو یاد گرفت. رویز بعد از حادثه نزدیک به مرگ، مسیر درس و پزشکی رو کنار گذاشت و به مطالعه آموزش حکمت‌های باستانی روی آورد. نتیجه این تجربه‌ها کتابی شد که امروز میلیون‌ها نسخه ازش در سراسر جهان فروخته شده و به بیش از 40 زبان ترجمه شده. چهار میثاق در واقع یه راهنمای علمی برای داشتن زندگی آرامتر و شادتره. رویس توی این کتاب 4 اصل ساده ولی عمیق رو به ما معرفی میکنه که اگر وارد زندگیمون کنیم میتونیم از استرس، قضاوت‌های بیهوده و رنج‌های غیر ضروری خلاص بشیم. سلام، من مهدیم. اینجا کانال اغواگر هستش. من توی این کانال خلاصه و تجزیه کتاب‌ها و رمان‌های معروف رو براتون قرار میدم و جوری بیانشون میکنم که هم ازشون لذت ببرید و خلاصه هر چیزی که قراره بدونید و بدون سانسور و حذفیات براتون توضیح میدم. اگه به محتوای من و کانالم علاقه دارید، خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید و با لایک کردن این ویدیو بهم تو ادامه راه انگیزه بدید. دون میگوئل رویز حرف حسابش تو این کتاب چیه؟ میگه ما توی ذهنمون یه قراردادهای ناعادلانه با خودمون و دنیا بستیم که هر روز توی زندگیمون داریم به ضررمون عملشون میکنیم. حالا راه حل چیه؟ میگه با خودمون 4 میثاق تازه ببندیم، آگاهانه و عملی. میثاق اول: با کلماتت بی‌نقص باش. بی‌نقص بودن کلام یعنی چی؟ یعنی حرفی که میزنی با حقیقت و نیت پاک هم جهت باشه. غیبت نکن، خودتو با کلماتت نزن، به دیگران برچسب نزن. کلمات یا میسازن یا ویران میکنن. حالا مثالهای روزمرهش چیه؟ مثلا داری راجع به خودت صحبت میکنی، میگی که آره همش دارم پشت سر هم گند میزنم، میگه این کلمه رو عوض کن به کلمه این که همش دارم روز به روز بهتر میشم و هر روز دارم با برنامه تر جلو میرم. مثلا داری پشت سر همکارت حرف میزنی و غیبت میکنی بدون اینکه متوجه بشی اون انرژی بدی که داری راجع به همکارت میگی و حرف میزنی قراره که برگرده به زندگی خودت. حالا توی این کتاب برای هر میثاق 3 تا تمرین عملی گذاشته که با انجام دادن این تمرین‌های عملی روز به روز این میثاقا رو پررنگ‌تر می‌کنیم داخل زندگیمون. حالا این تمرین‌های عملی چیه؟ 3 تاشو براتون مثال میزنم. امروز 1 ساعت هیچ غیبتی نکن. هر جمله منفی رو شکار کن و جمله مثبتش رو برای خودت بازنویسی کن. هر شب 3 جمله دقیق و مهربانانه درباره خودت بنویس. جمع‌بندی این میثاق چیه؟ بی‌نقصی کلام فقط مثبت بافی نیست. صداقت، مهربان بودن و عدالت هم توی بی‌نقص بودن کلام دخیله. میثاق دوم: هیچ چیزو به خودت نگیر. تعریف سادهش چیه؟ مثلا هر کسی که داره راجع به تو حرف میزنه 100% حرفاش در رابطه با خود تو نیست. اغلب داره درباره جهان درونی خودش صحبت میکنه و این میثاق میخواد بگه که تو مرکز دنیا نیستی. و مثال ساده‌ام بخوام بزنم اینه که تو مثلا رفتی سر کار و مدیرت بهت اخم کرده و تو پیش خودت فکر میکنی که مدیرت برای تو اخم کرده، ولی شاید اون کمخواب بوده یا مثلا از یه موضوع دیگه ناراحت بوده، تو ذهن خودش داشته بهش فکر میکرده. یا مثلا درباره خود من، مثلا یکی برای من کامنت منفی گذاشته، شاید مثلا اون کامنت منفی انعکاس اون روز طرفه، شاید اون روز خوبی براش نبوده که اومده این کامنت رو گذاشته و من نباید این کامنت منفی رو به خودم بگیرم. حتی تعریف‌های زیاد توی این کتاب گفته که حتی به تعریف‌های زیادم نباید آویزون بشی و اگه به تعریف‌ها آویزون بشی وقتی یکی ازت نقد میکنه به معنای واقعی خورد میشی. حالا تمرینای عملی این میثاق چیه؟ 3 تا تمریناشو براتون میگم. هر واکنش احساسی رو 10 ثانیه نگه دار و پیش خودت بگو که این درباره منه یا اون. یه خاطره رو بازنویسی کن که مثلا قبلا یه حرفی رو به خودت گرفتی و حالا بعد از فهمیدن این میثاق اونو برای خودت بازنویسی کن و چیز مثبتشو قرار بده. 1 روز کامل در برابر تعریف و توهین خونسردی تمرینی داشته باش. یعنی یه روز این خونسردی رو تمرین کن که نه در برابر تمرین تعریف و نه در برابر توهین هیچ چیزی رو به خودت نگیر. جمع‌بندی این میثاق چیه؟ وقتی چیزی رو به خودت نمیگیری احساس آزادی و آرامش داری. نه قهرمان تعریفی میشی، نه قربانی توهین و حالا حرفای بدی که بهت میزنن. میثاق سوم: حدس نزن، سوال بپرس.
تعریف سادهش چیه؟ تعریف سادهش اینه که آقا ذهن عاشق سناریو ساختنه و مثلا یکی جواب تلفن تو رو نمیده، ذهن میاد پیش خودش میگه که آره حتما از من بدش میاد و فلان و اینا، و این میثاق میگه که بیا با سوال پرسیدن اونو برای خودت شفاف سازیش کن. ارتباط شفاف مساویه با رابطه سالم، حالا با هر کسی که توی زندگیت داری. برای مثال مثلا به یکی پیام میدی، جوابتو نمیده، سری برای خودت سناریو سازی نکن که آره فلان من بدش میاد و اینا. ازش بپرس که در دسترسی، میتونی جواب پیاممو بدی، که حالا اگه نتونست بعدن تو یه تایم دیگه بهش پیام بده و اینو برای خودت شفاف سازی بکنی. توی دانشگاه هم تیمیت کارو بهت دیر تحویل داده، کار گروهی که میخواست به عهده اون بود و برات دیر تحویل داده، سری نیا بگو که آره اون تنبله و فلان و اینا. ازش بپرس که آقا جای گیر کردی، کمک میخوای، و اینطوری اینم برای خودت شفاف سازی کن. یا مثلا یه مشکل خانوادگی پیش اومده برات، نذار که خانوادت توی خفا ناراحت باشن، یه جلسه تشکیل بده بین اعضای خانوادت، 15 دقیقه با هم صحبت کنید و اینطوری باعث میشه که این میثاق هم توی زندگیت وارد کنی. حالا 3 تا تمرین عملی این میثاق چیه؟ امروز توی زندگیت یه جای مهم به جای حدس زدن یه سوال شفاف بپرس. هر جا که ذهنت سناریو ساخت توی زندگیت اونو برای خودت بنویس و روش خط بزن و زیرش بنویس که این فقط یه حدس بود. و سومی اینه که یه مرز ارتباطاتی بساز برای خودت. مثلا داری دیر میرسی، به اونی که قراره بری پیشش پیام بده که آقا من دیر میرسم. اینطوری احساس آرامش بهتری داری. حالا جنبندی این میثاق چیه؟ جنبندی این میثاق اینه که آقا حدس‌ها رابطه‌های شما حالا با هر فردی رو مسموم میکنن. حدس نزن، سوالتو شفاف بپرس. و حالا میثاق چهارم چی میگه؟ میگه همیشه بهترین و ممکنه خودت رو انجام بده. تعریف سادهش چیه؟ میگه که بهترین امروز ما با بهترین فردای ما فرق داره و میگه که بهترین و ممکن در زمان حال باش، نه کمالگرایی. و میگه که این میثاق بنزین 3 تا میثاق دیگه است. میگه ادامه بده ولی انسانی ادامه بده. حالا مثالش چیه؟ میگه مثلا خسته ای، 30 دقیقه تمرکز بهتر از اینه که مثلا 3 ساعت قُر بزنی یا هی بگی خستم و فلان و اینا. مثلا میخوای ورزش کنی، 10 دقیقه ورزش بهتر از ورزش نکردنه. و میخواد به این میثاق میخواد بگه که تو کمالگرایی رو کنار بذاری. برای خود من میگه که مثلا یه ویدیو 70% که منتشر شده بهتر از یه رویای ویدیو 100% که هنوز منتشر نشده. و 3 تا تمرین این میثاق اینه که برای امروز 3 کار مهم بنویس، کنارش بهترین ممکن واقع‌گرایانه رو مشخص کن. یعنی توی این 3 تا کدومش از همه واقع‌گرایانه تره و ممکنه. پایان امروز مثلا شب داری میخوابی، برای خودت 3 تا چیزی که امروز یاد گرفتی رو بنویس. 3 یادگیری امروز رو میشه گفت بنویس برای خودت. و سومی اینه که میگه که هر جا وسواس گرفتی بدون که انتشار خوب بهتر از تعویق عالی و بهتره. حالا جنبندی این میثاق چیه؟ میگه که بهترینت سپر توئه در برابر احساس گناه و سرزنش خودت. حالا جنبندی این 4 تا میثاق تو زندگی واقعی خود افراد چیه؟ اگه این 4 تا میثاق با هم اجراشن، تازه معجزه‌های زندگی از اونجا به بعد شروع میشن. برای مثال اگه کلامت پاک بشه، رابطت با آدم‌ها بهتر میشه و رابطه خوبی با آدم‌ها داری با کلام بی‌نقص. اگه چیزها رو به خودت نگیری، زندگی بهتری داری. اگه حدس نزنی و خیال پردازی نکنی، سوء تفاهم‌ها آب میشن و دیگه سوء تفاهمی به وجود نمیاد. و اگه در همه حالات بهترین خودت باشی، همیشه جلو میری و به سمت موفقیت میری و بیخود خودخوری نمی‌کنی و خودتو نمی‌جویی. و این بود 4 تا میثاقی که دون میگوئل رویز ازش صحبت کرد. و بچه‌ها اینم بگم، من اینجا کتاب‌ها رو براتون خلاصه می‌کنم و یه جورایی ترغیبتون می‌کنم که خودتون برید کتابو بخونید، چون 100% بهتر از یه ویدیو 10 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای کتاب متوجه میشید. و من اینجا یه جورایی براتون کتابو توضیح میدم که شما رو اشتیاق شما رو برای خوندن اون کتاب بیشتر کنم و بهتون پیشنهاد میدم که خودتون برید کتاب رو بخونید. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی، ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید، اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید
و توی کامنت ها بهم بگید که کتاب بعدی چی باشه. 100% توی کامنت ها کتابی که بیشتر از همه گفته باشید رو انتخاب میکنم و ویدیو بعدیمو میسازم. تا ویدیو بعدی، بدرود.